کالبد فیزیکی ما فقط یک ماشین زنده نیست، یک سیستم زنده است. سیارات، ستارگان و کهکشان‌ها مانند بدن، قلب و مغز جدا از هم نیستند. یک جریان واحد و یک سیستم پویا و زنده اند که زندگی در میان آنها جریان دارد و ساختار مغز انسان همانند ساختار کیهان است. شبکه نورون‌ها و شبکه کهکشان‌ها هر دو در حال اتصال و گسترشند. اگر لحظه‌ای تصور شود آگاهی فقط محصول مغز نباشد، بلکه جریانی زنده باشد که در آن ذهن، افکار، احساسات و حتی خود مغز درون آن شکل می‌گیرند، آن زمان نگاه انسان تغییر می‌کند. در این نگاه مغز تو میان حجم عظیمی از اطلاعات تنها بخش بسیار کوچکی از آن را انتخاب می کند، اما مابقی اطلاعات هرگز وارد تجربه تو نمی شود. همان گونه که یک رادیو امواج را دریافت و تبدیل به صدا می کند، مغز نیز بخشی از این آگاهی را دریافت، تفسیر و تجربه می کند. در چنین تصویری آگاهی گسترده تر از بدن تصور می شود. نه در مغز محبوس است، نه در بدن محدود، بلکه به عنوان یک بستر زنده انرژی است که ذهن و بدن در آن شکل می‌گیرند و روح هم از جنس همان آگاهی است. و وقتی ذهن آرام می‌شود و افکار فروکش می‌کنند، چیزی جز حضور باقی نمی‌ماند و حضور باعث دیدن معنا و واقعیت‌های زندگی می‌شود. هزاران سال است انسان با این پرسش زندگی کرده است که آیا ما واقعیت را می‌بینیم یا فقط سایه‌ای از آن را؟ افلاطون فیلسوف یونانی از انسان‌هایی گفت که در غار زندگی می‌کردند و تنها سایه‌ها را واقعیت می‌پنداشتند و اگر روزی از غار بیرون می‌آمدند در می‌یافتند آنچه دیده‌اند تنها بازتابی از حقیقت بوده است. شاید ما هم درون نوعی غار زندگی می‌کنیم، نه غاری سنگین، بلکه غاری از ادراک. و اگر چنین باشد، این تازه آغاز یک راز است. پرسش اصلی دیگری نیست که جهان چگونه دیده می شود. این است که چه کسی دارد می بیند. گاهی پیش از شکل گیری فکری در ذهن، حسی در سکوت است. نوعی حضور، انگار زندگی پیش از آن که به واژه تبدیل شود از جایی عمیق در حال جریان است و آنچه ما من مینامیم فقط موجی کوچک بر روی اقیانوسی بزرگتر باشد. میگویند ما قطره‌ای هستیم از یک اقیانوس بی انتها، اما در واقع ما قطره‌ای هستیم که اقیانوس درون ماست. به خاطر شباهت عجیب بین نورون‌ها و کهکشان‌ها
انسان از هزاران سال پیش احساس می‌کرد چیزی در وجودش با تمام هستی پیوند دارد، اینکه انسان جدا از جهان نیست و بخشی از کل است. پس ما در جهانیم و جهان در ما زندگی می کند. چون تویی عالم چه جویی در جهان؟ گم شدی در خویش و می گردی عیان 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 عیان. و حالا یک قدم جلوتر می رویم. اگر آنچه می بینی تنها تصویری است که در آگاهی ظاهر می شود، اگر بیننده از هر فکر و هویتی عمیق‌تر است و اگر جهان آنگونه که فکر می کردیم جدا از ما نیست، پس این لحظه واقعاً کجای زمان قرار دارد؟